بین ماسلکارهای آمریکایی هیولایی هستش که همیشه پنهان میشه. ماشین بسیار کمیابیه مگر اینکه تو شوهای آمریکایی تو تلویزیون اونو ببینیم. کامرو ZL1 ماشین دیوانه و سایکو کمپانی شولت. شولت کامرو متولد 1966 توسط کمپانی شولت. این ماشین فقط برای یک هدف ساخته شد: مغلوب کردن فورد موستانگ. فورد موستانگ که تا قبلش موقعیت مسلط بر بازار ماسلکارهای آمریکایی رو داشت و کامرو متولد شد و مأموریت خودش رو آغاز کرد. کامرو در طول تاریخ غنی خودش مدام با فورد موستانگ رقابت کرده. و در حال حاضر در نسل ششم خودش به طور قابل توجهی تکامل یافته و تمام چالش ها و تجربه ها رو پشت سر گذاشته. در خانواده کامرو مدل های مختلفی وجود دارد و اما کامرو ZL1 ماشینی که وقتی پیداش میکنید یه جای شهر و این فرصت رو پیدا میکنی که پشت فرمونش بشینی و رانندگی کنی، تازه میفهمی این چه هیولاییه و باید دو دستی فرمونش رو بگیری که از دستتون فرار نکنه. ماسلکار ترک فوکوس کمپانی شولت. زیر کاپوت این ماشین یه موتور 8 سیلندر 6.2 لیتری LT4 خوابیده که قدرت 650 اسب بخاره و 0 تا 100 این ماشین 3.4 ثانیه است. ماسلکار پرقدرت و وحشی آمریکایی که به صورت قانونی از خط تولید کمپانی شولت در اومده و این ماشین توی اروپا غیرقانونیه به خاطر خوی درندگی که داره. این ماشین برعکس طبیعت وحشی که توی جاده داره ولی با آدما خیلی مهربونه. طراحی اینتریور و یا تودوزی این ماشین بسیار جذابه. ترکیبی بین کامرو قدیمی و کامرو جدید و مدرن، بسیار اسپورت و زیبا و چشم نواز. متریال به کار رفته چرم آلکانترا. صندلی‌ها با طراحی بسیار جذاب و اسپورت ساخت کمپانی معروف ریکارو که لوگوی ZL1 هم روشون حک شده. کاور و جنس فرمون این ماشین از آلکانتراست برای چسبندگی بیشتر تو جاده که دستای شما عرق نکنه و ماشین از دستتون در نیاد. طراحی درها بسیار شیک و اسپورت از جنس آلکانترا، فیبر کربن و آلومینیوم و اینکه روی درها روی این آلومینیوم امبیل لایت داره که شبا نورانی میشه.
2 تا حافظه صندلی دارید و 2 تا جا برای گذاشتن آیتم هاتون. نوشته کامرو روی رکاب این ماشین که با سرنگ آبی، سفید و قرمز که همون سمبل پرچم آمریکاست. صندلی‌های عقب این ماشین هم کوچیکه، زیاد جا نداره برای آدمای بالغ. یه وایرلس چارجر هم اون وسط گذاشتن. صندوق عقب این ماشین هم زیاد جادار نیستش. اگه توقع دارید که جای زیادی داشته باشه، نه زیاد جادار نیستش، ولی خب میتونید یه چیزایی رو بذارید، به خاطر اینکه ماشین اسپورت و چرخ‌های عقبش خیلی عریضه و ببینید بالای چرخاش بسته است و اگه فضای بیشتری میخواید میتونید صندلی‌های عقب رو بخوابونید که یه فضای بیشتری رو به شما میده. روی آنتنش هم که میبینید دوربینشه و این دوربین روی آینه وسط ماشین عقب ماشین رو براتون به نمایش میذاره. کواد اگزازای 4 تایی و دیفیوزر و روی صندوق عقبش هم که بالشه برای فشار دمفورس. بادی بسیار اسپورتی داره، گلگیرای پهنی داره به خاطر اینکه لاستیکاش پهنه. رینگای 20 اینچی و فاق کوتاه که چسبندگی خیلی بالایی داره با کالیبر ترمزای برمبو. و ببینید دیگه دیفیوزر و لبه های زیر سپریش بسیاری ماشین اسپورت کرده. یه چیز جالب هم میخواستم بهش اشاره کنم، این که دوستان لوگوی شولت که وسط این ماشین قرار داره توش خالیه، به خاطر اینکه هوای بیشتری وارد رادیاتورهای این ماشین بشه تا این ماشین خنک بشه. و همینطور که میبینید 2 تا رادیاتور وسط داره، یکیش عمودیه و یکیش افقی خوابیده روی کف. به هر حال موتور بزرگی داره و برای پرفورم بالا باید این موتور خنک باشه. و سمت چپ راست هم 2 تا رادیاتور اضافه هم گذاشتم. روی کاپوتش هم یه دریچه بزرگ هستش که فانکشن میشه، هوا از اینجا وارد میشه برای خنک کردن و برای اینتک های این ماشین که یه هوای فرش و خنک وارد موتور بشه برای احتراق بهتر. و دوستان انفوتینمنت سیستم این ماشین هم یه اسکرین 10 اینچی تاچ اسکرین داره و اپل کارپلی میتونه بهش وصل بشه و اندروید یوزرها هم پشتیبانی میکنه که دورش هم با فیبر کربن کاورش کردن. و اینجا هم که میبینید شما این دریچه ونتیلیتر رو بچرخونید سمت چپ هوای خنک میاد بیرون و اگه سمت راست بچرخونید هوای گرم میاد بیرون. صندلی‌ها گرم میشه و خنک هم میشه. و داشبورد و گلاو باکسش هم اینجا قرار داره. و دوستان این ماشین گیربکسش دستی 6 دنده است و میبینید که دورش هم با فیبر کربن کاور کردن که خیلی اسپورت و زیبا شده. اینجا هم شما میتونید مود درایو کردنتون رو تغییر بدید. موتور 6.2 لیتری 8 سیلندر سوپرچارج، قدرت 650 اسب بخار و 884 نیوتن متر، 6 دنده دستی، مصرفش هم 16 مایل توی شهر و 26 مایل توی اتوبان. به ازای هر 100 کیلومتر هم تقریبا 15 لیتر بنزین میسوزونه. اوکی دوستان ماشین دنده دستیه، من خیلی باید مواظب باشم. ماشین پرشتابه، واقعا نمیتونی بهش 2 تا دنده بدی. واقعا پرقدرته. توش خیلی کوچیکه دوستان، واقعا اتاقش خیلی کوچیکه. و یه چیزم بهتون بگم، شیشه جلو و شیشه عقب این ماشین کوچیکه. دید
کمی داره. البته اگه بخواد دید بهتری داشته باشی شما میتونید LCD رو آینه وسط ها اکتیو کنید و بتونید آینه وسط از طریق LCD ببینید. من نمیدونم یه همچین ماشین وحشی یا چرا دنده دستیش کردم. ولی هرچی بهش گاز میدی ماشین ور میداره، گازو جمع میکنه، ماشین جواب میده. خیلی باید با دقت با این ماشین رانندگی کنید چون خیلی وحشیه. حالا اینم برداشتن دنده دستیش کردن. چه راهی میره. دوستان من واقعا نتونستم اونجوری که باید گاز بدم به خاطر اینکه یه نفر از نمایندگی با هم اومده بود و توی ماشین نشسته بود. یه تشکر خاصم از نمایندگی شولت باب استل توی شهر سندیگو که اجازه دادن از این ماشین استفاده کنم و فیلم بگیرم و تست درایو کنم. دوستای عزیزی که توی کالیفرنیا زندگی میکنن حتما بیاد سر بزنید. اگه دنبال ماسل کارهای شولت هستید بیاد اینجا ببینید دیگه. رنگ و وارنگ کوروت و کامروهای ZL1 و ماسل کارهای پرقدرت شولت اینجا هستش و دوستای گلم هومن و سل اینجا هستن و مدیر عزیزشون هم اسی که دوست عزیز ایرانی من هستن. دوستای گلم اینم از شولت کامرو ZL1 ماسل کار خانواده کامرو که روی قله قرار داره و یکی از اسلحه های برتر کمپانی شولته. دوستان قیمت این ماشین $75,000. خیلی ارزونه نه؟ به نسبت داج چالنجر SRT و موستانگ شلبی و کوروت این ماشین ارزون ترین ماسل کار آمریکاییه که از نظر من واقعا با ارزشه. قیمتش خیلی پایینه. شما هم حتما دوستان نظرتون رو راجع به این ماشین تو کامنت ها برای من بنویسید. بریم توی گفتگو و ببینیم نظر شما راجع به این ماشین چیه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستای گل هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. از کانال خودتون حمایت کنید و تا ویدیوی بعد بدرود.